مانکراور هر چی که بگم میاد تو دستم. خب آقا چالش که آسونه، هدفم کشتن اندر دراگونه و صدای ندرایتی. ایول همهشون آورد و یه چیزی کم. این بیده. خب آقا 12 تا اند پورتال فریم. ایول حالا 12 تا اندر آی. بینازم از اونجایی که شمشیر برای کشنده دراگون هنوزم ضعیفه، پس یه میز با این چند ویمبرس 3. بینازم حالا برای کشتن اند دراگون با میز باید چند تا بلاک بریم، پس 3 استک بلاک دایموند. بابا بینازم این یک استک داخل اینوینتوریم. خب آقا بریم اند بچه. خب آقا ما این بلاکمون که نیاز نیست، پس یه دونه اندرپل. خب آقا بنازم بریم که دراگون رو سرویس کنیم. حاجی من باید خراب کنم انکریسا به الایترا نیازه، پس یه دونه الایترا با یه کسر فارواک سرعت 3. خب آقا درستی که ما 3 کم بلاک زیاد بود و من الان نمیتونم چون بیشتر بزنم و نمیتونم برم تا اندر دراگون بریم وسط یا نه. و خب الان من خدا رو شکر میخوام اندر دراگون با میس بزنم، جونم دوتا، پس لایک و سابسکرایب کنید. خب فکر کنم اومد وسط جی. خب آقا ما تونستیم اندر دراگون رو شکست بدیم و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.